چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم. رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن بگردیم، به یاد و طاعت قرآن بگردیم. چه خوش باشد إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صفا و مروه از شعائر و نشانه های الله است. پس کسی که حج بیت کند و یا عمره به جای آورد، باکی بر او نیست که آن دو را طواف کند. و کسی که خواستار نکویی شود، همانا الله سپاس گزار داناست. دو کوه صفا و مروه چون دو استاد بزرگ تاریخ در کنار کعبه مشغول تربیت و تعلیم زائران خانه خدایند. به هر زائری میگویند که راه رسیدن به موفقیت سعی است و تلاش. قصه هاجر را به عنوان مثالی گویا برای روشن‌تر کردن موضوع بیان می‌دارند. زنی تنها با نوزادی تشنه در صحرایی بی آب و علف. صحرایی با امواج هولناک شن و با کوه‌های سیاه خشک. هیچ صدایی نیست مگر صدای وزیدن باد گرمی که کمر ریگ‌های تفته را می‌خاراند. و هیچ بویی نیست مگر بوی وحشت و تنهایی. و گریه نوزاد تشنه که با مرگ دست به گریبان است، به وحشت صحرای خاموش سنگ دل می افزاید. مادری که لحظاتی پیش با ایمانی بسیار قوی تر از کوههای خارا براد مرد توحید، پیامبر الله ابراهیم بزرگ گفته بود: برو در پناه الله و به پشتت منگر و هیچ دلهوری به دلت راه نده که خداوندی که به تو امر فرموده ما را در این صحرای خشک رها کنی، هرگز ما را تباه نخواهد کرد. بنگر این قلب شیرزن با خدا را، با این ایمان سترگ به گوشه‌ای نخزیده تا دست زاری به درگاه حق بلند کند و بگوید: بارالها آبی برسان ما را. خوب بدو بنگر. لبهایش لبریز دعاست، گامهایش در پی آب او را از صفا به مروه می کشاند. چشمهایش را به نوزادش دوخته نشاید درنده یا خزنده او را ببلعد. و چون به ته دره می رسد دوان دوان خود را به بیرون می کشد تا لحظه ای نوزادش از تیر رس دیدش پنهان نگردد. از صفا به مروه و از مروه به صفا، سفری پیاپی. دوان دوان در دره دلهره ها و ترس و وحشت، 7 بار پیاپی. امیدش تنها به الله است و الله. سعی و تلاش آموزه حرکت از جانب بنده. از تو حرکت، از خداوند برکت و گشایش. به یک آن دعای حاجت هاجر پرده آسمان می درد و استجابت الهی دل زمین می شکافد و آب زمزم، دنیای نیاز و حاجت، در زیر قدم اسماعیل صبر و ثبات فوران می کند. چرا در زیر قدم های نوزاد؟ این هم شاید رمزی است دیگر برای هر بنده. دنیا هرچند نیاز مبرمت گردد،
باز هم نباید جایش بالاتر از زیر قدمهایت باشد. دنیا را زیر پایت بینداز و اجازه نده در قلبت رسوخ کند. دنیا نیاز هر انسان است و مؤمن با دنیا در ستیز نیست. ایمان و دنیا با هم تضادی ندارند. تنها ایمان جایگاه دنیا را زیر پای بنده مؤمن پارسا و زاهد قرار می دهد، نه در دل او و نه در خاطر و حواس او. پس از آن که بنده همه درهای سعی را کوبید و همه اسباب و راههای رسیدن به هدف را تجربه کرد، صداقت و اخلاص و توکلش پخته گشت، گشایش حق دست او را می گیرد. چشمه آب زیر پای نوزاد تشنه برون می جهد. مادر پریشان و حیران و دل سوخته خوشحال و شادان خود را به کودک گریانش می رساند و زمزم گویان ریگها را از این سو و آن سوی کنار می زند. از فرط شادی و خوشحالی در گوش آب زمزمه می کند: زمزم زمزم، آرام آرام. و از آن روز تا به امروز هدیه هاجر و ارمغان زندگی اسماعیل همچنان آرام آرام و زمزم کنان حکایت عرق پیشانی همت مادر مؤمن زحمتکش و پرسعی و تلاش را برای زائران خانه حق تعریف می کند. در زمزم رمزی است از وراثت حقیقی پیامبر خاتم از پدرش ابراهیم بتشکن. زمزم هدیه پروردگار بود به اسماعیل، نماد اطاعت و از خودگذشتگی و جانفشانی. مردم در کنار زمزم این خانواده را شناختند و در کنار زمزم از سرچشمه ایمان آنها سیراب شدند. بعدها که اهریمن ایمان را رو بود، چشمه به زیر خاک رفت تا اینکه با اشاره ای از جانب تقدیر الهی پدر بزرگ پیامبر عبدالمطلب آن را یافت و بار دیگر زمزم بر جهانیان لبخند زد و به وارثان ابراهیم بازگشت. و از آن روز است که عبادت حج و راه و رسم ابراهیمی و بتشکنی و توحید و یکتاپرستی او به فرزند برحقش پیامبر خاتم رسید. عارفان آب و جوشش آن را رمزی از علم و معرفت تلقی می کنند و زمزم نشانه ایست دیگر از این معنا. راه و رسم و دیانت حضرت ابراهیم و رسول خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر علم و معرفت بنا شده است. برکت زمزم خود معجزه است که علم و دانش و همه عقلها را به تفکر وامی دارد. چشم ای کوچک در همه زمانها توان سیراب کردن زائران خانه الله را داشته و دارد. زائری که حال به کلی انسانی دیگر شده در بین صفا و مروه در می‌یابد که چرخ زندگی را با سعی و تلاش هاجرگونه باید به پیش راند. میهمان الله که لحظاتی پیش در پشت مقام ابراهیم 2 رکعت نماز خوانده بود و با راد مرد توحید ابراهیم بزرگ بیعت نمود تا گام در گامش نهاده زندگی نوینی آغاز کند و سپس با نوشیدن آب زمزم خاطره شیر زن مؤمن هاجر و فرزندش الگوی ایمان و از خودگذشتگی را در خود زنده کرده بود، حال با سعی در بین صفا و مروه گام در میدان عمل به درس آموخته شده نهاده است. پس از سعی تیغ زائر است که موهای سر او که نشانه غرور و شامی خودخواهی است را سر می برد. انسانی به کلی دیگر از رحم عمر زاییده شده با نیرو و امید و اندیشه ها و باورهایی به کلی جدید وارد میدان عمل می شود.
زیارت خانه پروردگار و رسیدن بدین مکان با برکتی که هر عبادت آن را پاداشی 100,000 برابر است در توان هر کسی نیست. شاید این جرقه غرور و تکبر و خودستایی در فرد را بیدار سازد. تراشیدن سر در واقع به خاک، مالیدن پوزه کبر و غرور و آز و تمامی معانی شیطانی و خودپرستی در فرد و رساندن او به صفاتی چون تواضع و فروتنی که شاخصه های بندگی است می باشد. و این معنای بزرگ بندگی را در هر عبادتی می توان دید. به عنوان نمونه در نماز سر بر سجده نهادن نهایت بندگی و خاکساری و تواضع و فروتنی است. و در روزه شکم گرسنه و دهان تشنه مؤمن را به مصاف فقیران و ناداران می کشاند و بوی ذلت و محرومیت را به مشامش می رساند. اینجاست که در می یابد معنای بندگی واقعی چیست. میهمان خداوند کفن احرام را از تن می کشد و لباس خود را می پوشد و یا حق گویان در نهایت فروتنی و تواضع و خاکساری به سوی زندگی جدید به حرکت در می آید. زندگی جدیدی به شیوه حضرت خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و به رسم حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام و به همت و توان هاجر زحمتکش علیها سلام و به گذشت و جانفشانی حضرت اسماعیل علیه السلام. و این خود ظاهر است که پس از مدتی کوتاه از بازگشتن به کاشانه خود میتواند دریابد که آیا عمره او پذیرفته شده است یا خیر. تنها آن زیارتی پذیرفته شده که زائر یا حاجی پس از بازگشت از خانه الله بر مسیر درس‌های آموخته شده حرکت کند. اما اگر درس‌های کفن یا همان احرام و کعبه و طواف و سعی و حجر اسود و مقام ابراهیم و رکن یمانی در او تجلی نکرده باشند، شاگرد این سفر مردود است و نیاز به زیارتی دیگر و توبه‌ای دیگر دارد. چی خوش باشد که با حاجیان بگردیم، بگردی خانه رحمان بگردیم، رویم به کعبة الله خانه حق، به یاد و طاعت قرآن